بخش اول، فریب. صدای قدم‌ها روی سنگفرش خیس لندن میپیچه. نور چراغ‌ها سرد و زرده. نیتن دریک وارد میشه با یه لبخند که بیشتر شبیه نقابه تا لبخند واقعی. اون یه شکارچی گنجه، ولی بیشتر از گنج دنبال یه چیزی توی خودش میگرده، یه چیزی که هنوز براش اسم نداره. همه چی از بچگی شروع شد، وقتی توی موزه ایستاده بود و به عکس فرانسیس دریک نگاه میکرد. اون لحظه اولین دروغش رو به خودش گفت: من از نسل اونم. از همونجا فریب شروع شد، نه فریب دشمنهاش، بلکه فریب خودش. نیتن دریک در واقع مردیه که از ترس بی‌هویتی دروغ رو مثل زره تنش کرد. بازی همین اول کاری مرز بین هویت واقعی و نقش بازی شده رو پاک میکنه. توی دنیای آنچارتد دروغ گفتن به خودت نه گناهه نه اشتباه، یه جور غریزه بقاست. هر وقت که نیتن دریک تناب میگیره، از صخره بالا میره یا از مرگ فرار میکنه، داره با خودش معامله میکنه. یه قدم دیگه دروغ بگو، فقط زنده بمون. مارلو دشمن اصلی بازی دقیقاً اینو میدونه. اون نیتن دریک رو با گلوله نمیکشه، با حقیقت شکنجهش میکنه. میگه تو هیچ وقت نخواستی بدونی کی هستی، چون اگه بدونی همه چی فرو میریزه. اینجا بازی شروع میکنه به کندن نقاب ماجراجویی. ما دیگه قهرمان رو نمیبینیم، یه آدم رو میبینیم که با گذشته خودش قمار کرده. فریب توی دریکس دسپشن فقط عنوان بازی نیست، خود وجودشه. بخش دوم، سقوط. بیابون رب‌العالی، جایی که مرز بین زمین و آسمون، خیال و واقعیت محو میشه. نیتن میفته، هوا خشکه، آفتاب میسوزونه و هیچ چیز جز صدای قدم‌های خودش باقی نمیمونه. اینجاست که فریب از بیرون میره توی ذهنش. سراب‌ها ظاهر میشن، اما فقط آب نیست که میبینه. دوستاشو میبینه، گنج‌ها، چهرهایی که وجود ندارن. بازی توی این نقطه به یک کابوس تبدیل میشه و ما با نیتن وارد ناخودآگاهش میشیم. اینجا نیتن دیگه نمیجنگه تا چیزی رو پیدا کنه، میجنگه تا خودش رو گم نکنه. بیابون تو فلسفه یعنی پوچی، خالی بودن. توی عرفان جایی برای گم شدن و بعدش پیدا شدن. اما توی آنچارتد 3 بیابون فقط بیرحم، مثل ذهن یه آدم که از خودش فرار کرده تا جایی که فقط شن مونده. نیتن اینجا از کوه یا ساختمون سقوط نمیکنه، از خودش سقوط میکنه. با خودش میگه من کیم، وقتی دیگه چیزی برای کشف کردن نیست. ولی جواب رو توی شن پیدا نمیکنه، فقط سکوت میمونه. سکوتی که مثل فریاد میپیچه توی ذهنش. تو هیچ وقت برای حقیقت نمیجنگیدی، برای فرار میجنگیدی. و شاید همینجاست که قهرمان میمیره و انسان به دنیا میاد. بخش سوم، بیداری. آخر بازی نیتن نجات پیدا میکنه، ولی یه چیزی توی وجودش دیگه مثل قبل نیست. وقتی به النا نگاه میکنه لبخندش واقعی تره، ولی غم انگیزتر هم هست. انگار میدونه یه چیزی رو از دست داده، نه گنج رو، بلکه توهمی که تا حالا زنده نگهش داشته بود. بیداری همیشه با از دست دادن میاد. اون دیگه نمیتونه اون مرد اسطوره‌ای باشه که توی موزه ها ازش یاد میکنه. حالا فقط یک انسانه. انسانی که فهمیده شاید هرچی میدونه دروغ بوده. مارلو مرد، گنج نابود شد، ولی فریب بزرگتر موند. فریب این که ما فکر میکنیم خودمون رو میشناسیم. نیتن آخرش برمیگرده به نقطه اول، ولی این بار دروغی در کار نیست. میدونه که نمیدونه و همین آگاهی شروع آزادی. اینجا بازی تموم میشه، ولی معنا تازه شروع میشه. ما با نیتن از میان فریب گذشتیم.
سقوط کردیم و بیدار شدیم، نه توی دنیای واقعی تر، بلکه توی دنیایی که حالا میدونیم چقدر شکننده است. در آخر آنچارتد 3 درباره گنج یا عشق یا ماجراجویی نیست، درباره فریب انسان بودن، درباره میل ما به معنا توی جهانی که شاید هیچ معنایی نداشته باشه. و شاید همین راز نیتن دریک. اون هیچ وقت حقیقت رو پیدا نکرد، ولی یاد گرفت که جستجو خودش حقیقت واقعیه.